ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 5 فوریه سال 2024 از بازداشت ساکن 35 ساله جماعت بوستون قلعه با اتهام آدمکشی خبر داد. بنا به اطلاع میلیشیا روز 4 فوریه سال 2024 در حدود شهر بختر شخص نامعلوم با استفاده از آلات برنده راننده تاکسی جوان 28 ساله ساکن شهر بختر را به هلاکت رسانده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیای ختلان با گذشت یک شبانه روز گمانبر جنایت وزنین دستگیر شد که این رسولوف رستم جان محمد شریپوویچ سال تولدش 1989 زاده و استقامت کننده نایه کوشانیان جماعت بوستان قلعه می باشد. این حال بازداشت شده در حبس پیشکی قرار دارد و نسبتش از جانب دادستانی ولایت ختلان طبق طلبات ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز کرده شده. سبب‌های اصلی دست زدن گمانبر به چنین اعمال زشت معین کرده می شوند. گفته می شود در خبر ماده 104 همچون جزا برای آدمکشی از 8 تا 15 سال زندان را مقرر کرده است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 مورد آدمکشی و سوءقصد به کشتار و همچنین 54 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده است. سال 2022 در جمهوری 58 کشتار و سوءقصد به آدمکشی و 131 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده بود. هرچند آمار چنین جنایت‌های وزنین یک کمی رو به کاهش آورده است ولی باز هم نگران کننده باقی میماند.